در نتیجه گذراندن چورابینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 42 ساله ساکن شهر استرافشان که پیش با ماده 247 قسم 3 کد جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است 27 دکامبر سال 2022 با روی فریب به باوری مرد 42 ساله ساکن شهر مذکور در آمده از او یک عدد автомاشین تمغه مرسدس بنز را به مبلغ 85000 سومانی نرخ‌گذاری کرده گرفته مبلغش را تا حال برنگردانیده است. اوید بین حادثه پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کد جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. این چنین ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جوان 24 ساله ساکن شهر گل سرخ شهر استرافشان در دوام روزهای 14 مارس تا 2 اپریل و 16 مای سال 2023 با روی فریب به باوری مرد 39 ساله ساکن همین شهر در آمده از او 2 عدد автомاشین تمغه اوپل استرا و 1 عدد автомاشین تمغه نکسیا را به مبلغ عمومی 100,000 سومانی نرخ‌گذاری کرده گرفته مبلغش را تا حال برنگردانیده است. اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. همین طریق هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 38 ساله ساکن شهر استرافشان ماه نوامبر سال 2022 با روی فریب به باوری مرد 41 ساله ساکن شهر مذکور در آمده با بهانه گرفته دادن 0 از 12 هکتار قطعه زمین نزد یولیگی از حدود محله اهالینشین مبلغ 195,000 سومانی گرفته به احتیاجات خود صرف نموده است. اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کد جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه بلخی عریضه مرد 35 ساله ساکن ناحیه مذکور وارد گردیده است که 5 ایون سال 2023 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از نزد راه ماشینگرد بازار بهار یک عدد اسکوتر تمغه اودکا را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسول نشده 6500 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 27 ساله ساکن ناحیه دوستی دستگیر کرده شد. اوید به حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد.